بعضیا خیلی بی هدف سنشون زیاده. من خستم از پیرمردا هیچ وقت خودکشی نمیکنن. تو همیشه هر تیتری میبینی خودکشی، یک جوون احمق منوز از کجا. پیرمردا مثل راننده کامیونان، فقط در یه صورت مهربونن، یا میخوان تنها نباشن یا بیمار جنسی ان. آقا من یه مدتی تو اکسپلورم پر بود از غذای هندی. این پستا رو نگاه میکنم ببینم این برد فرام هندوستان، چرا این همه چیو میخورن اینا؟ انگار که سر کوچه‌تون وایسادی دم سطل آشغال دیگه گذاشتی پر آب، همه چی از اینجا میریزی تو اون هم میزنی. وزارت بهداشت نداره، وزارت مبارزه با بهداشت داره. آقا چند روزیه که فکر من درگیر هوش مصنوعی شده. فکر این که تو خونه ما یکی مثل الکسا باشه داره دیوونم میکنه. واسه همین یه روز یواشکی چک کردم این داستان رو. پدرم اینجوری بود که هی الکسا بیا بیرون همه رفتن، کجایی؟ وسط خونه فکر کن داشت راه میرفت، یهو محکم خودشو کوبید زمین، چیکار کمک الکسا کمک، جعبه کمک اولیه رو بیار.